مفهوم بعدی که تو کاستمر ریلیشن توضیح داده میشه، چون اینا یه سری عدد و رقم و سنجه هستن که خیلی مهمن. مفهوم چرن ریت، چرن ریت یه مفهوم تخصصیه و یه فرمول داره که من فرمولش رو نوشتم. چرن ریت یعنی users at the beginning of a period minus users at the end of the period تقسیم بر users at the beginning of the period. یعنی ابتدای یک زمان رو در نظر میگیریم. مثلا فرض کنید که زمان شما یک ماهه، پس میشه 30 روز. یعنی روز اول برج رو در نظر میگیریم، میبینیم چند نفر در واقع مشتری داشتید مثلا، یعنی و بعد مشتری جدید داشتید و بعد در پایان اون ماه رو نگاه میکنیم، میبینیم از اون تعداد چقدرشون باقی موندن تقسیم بر تعدادی که در اول موندن. مثلا اگر شما یه چرن ریت 5% داشته باشید، یعنی اگر 100 نفر مشتری به شما اضافه بشه، چرن ریت 5% در ماه، در پایان 30 روز فقط 95 تاشون باقی میمونن، یعنی 5 تاشون لفت میکنن، از پروسه‌تون خارج میشن. این مفهوم چرن ریت. حالا باز مثالایی خواهیم آورد که این در واقع به چه ترتیب با این مدل قیف دو سر سازگاری پیدا میکنه.